بسم الله الرحمن الرحیم و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، استادان بزرگ اسلام هستند. اولین شاگردانی هستند که در مدرسه محمدی علی صاحبه الصلاة والسلام درس آموختند و این مدرسه بزرگی بشری، این مدرسه بزرگ اخلاقی، این مدرسه بزرگ بندگی را ختم کردند و برای بشریت استادان راه هدایت و راه حق شدند. بنابراین یکی از سرچشمه های علم و دانش در شریعت اسلامی این سخنان صحابگان، رفتار صحابگان، فتوای صحابگان است. سخنان ایشان در اسلام اهمیت ویژه دارند، وزنی معتبر دارند. بیایید این نوبت از یک صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم، صحابی بزرگوار ابو دردا، یک درس بزرگ دینی و اخلاقی و دعوی آموزیم. امام بیهقی در کتاب معتبری خود شعب الایمان و اینچنین امام عبدالرزاق در مصنف و امام ابو داود در کتاب الزهد آوردند که مر ابو دردا على رجل اصاب ذنبا وكان الناس يسبونه. حضرت ابو دردا صحابی بزرگوار پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد مردی گذشت، مردی که مرتکب گناه شده بود و مردم او را دشنام میدادند. چون حضرت ابو دردا این صحنه را دید، به این قوم گفت: ارایتم لو وجدتموه فی قلیب هل کنتم مستخرجی؟ اگر شما این مرد را در چاه میدیدید، آیا دست دراز کرده او را بیرون میکردید؟ مردم گفتند بله. فقال لا تسبوا اخاکم واحمد الله الذي عافاكم. به این قوم درس بزرگی داد. گفت این مرد را به سببی که گناه کرده دشنامش مدهید، تحقیرش مکنید، بلکه الحمدلله گوید که خداوند شما را از این گونه معصیت عافیت بخشیده که اهل چنین معصیت نیستید. اون مردم از حضرت ابو دردا سوال کردند: افلا نبغضه؟ آیا او را بد نبینیم؟ دوست داشتن به خاطر خدا، بد دیدن به خاطر خدا که از شاخه های ایمان است. آیا این مرد را که اهل گناه است، اهل معصیت، مرتکب چه گناهی شده، آیا بد نبینیم؟ حضرت ابو دردا که فقیه از فقهای صحابه بودند اینجا درس بزرگی دادند. گفتند: انما ابغض عمله فان تركه فهو اخي في الله. من گناه او را بد میبینم، نه شخص او را. اگر امروز گناهش را ترک کند پس او برادر من است، برادری مسلمان است که دوست داشتنش بر من واجب می شود. پس من گناه او را بد میبینم، رفتار او را بد میبینم، نه خود او را. یعنی عداوت من به شخص او نیست، بلکه به فعلی که انجام داده. همین لحظه که این فعل را ترک کرد، از این عادت دست کشید، برای من محبوب ترین کس است، دوستی من است، برادری من است. محبت او واجبی از واجبات ایمان است. بله دوستان عزیز، خاصتا کسانی که از نام دین حرف میزنید و میخواهید کسانی را اصلاح نمایید و اهل معصیت را به سوی خدا پند و نصیحت کرده برگردانید. درست نصیحت کردن واجب است. از نگاه حکم شرعی باید بی‌طرف نبود، باید حکم شرعی آن عمل را، حرام بودنی آن را، زیان آور بودنی آن را در دین و دنیا برای آن شخصی که گناه را مرتکب شده باید فهماند. ولی باید فراموش نکرد که این کار را باید به چشم شفقت کرد، نه به چشم ترفع، خودپسندی، تزکیه نفس. گویا واعظ از حساب و کتاب نزد خدا گذشته، گویا به جنت رسیده، دیگران را از جهنم گویا میخواهد که بیرون کند. نه، بلکه باید به چشم طبیب مشفق به اهل معصیت نگاه کند. معصیت خود بیماری است. آنگونه که طبیب نباید به بیمار درشتی کند، او را برای اینکه بیمار است نباید ضرب کند، دشنام کند، بلکه باید مهربانی کند، او را از این بیماری خلاص کند. دعوتگر نیز باید به اهل معصیت مشفق باشد. مقصدش این نباشد که او را محکوم کند، بد گوید، گناهگار گوید، محکوم به جهنم کند، والعیاذ بالله. بلکه سعی و تلاشش باید این باشد که او را از این ورطه بیرون کند. بنابراین حکیم دعوت شیخ محمد غزالی معاصر مصری را پرسیدند که حکم تارک الصلاة چیست؟ شخصی که نماز نمیخواند حکمش چیست؟ گفت حکمش این است که ان تأخذ بیده
الى المسجد. حکمش این است که از دستش گرفته به مسجد بری. یعنی در حال حکم فقهی او را که بعضی ها به کفر حکم میکنن که البته این نظر جمهور نیست، جمهور فقهای اسلام به این نظرن که تارک الصلات کافر نیست، مادام صلات را انکار نکند، فرضیت نماز را اعتراف داشته باشد، کافر نیست. جمهور فقهای اسلام به این نظرن. این دیگر مسئله. اما پیش از اینکه حکم فقهی او را صادر نمایی که کافر است یا فاسق است، باید به او به چشم شفقت نگری، دستیاری دراز نمایی، او را به نماز خواندن ترغیب نمایی، به مهربانی، به نرمی وارد قلبش شوی، نماز را برایش محبوب جلوه دهی و محبوب هم هست، خوب هم هست، خوبی نماز را برایش یعنی نشان دهی و او را به مسجد بری. شیخ محمد غزالی گفت حکمش این است که از دستش گرفته به مسجد بری. ابن قیم جوزی سخن زیبایی دارند، میگه تعییرک لاخیک بذنبه اشد من ذنبه و اشد من معصیته. عیب دار نمودن تو برادرت را به سبب گناهش دشنام کنی، او را پس شماری که گناه مرتکب شده، این کارت میگوید از گناه او دیده بدتر است. یعنی نزد به عباره دیگر نزد خدا این شخص، این واعظ نزد خدا گناهگارتر است، چون که به اهل معصیت به نگاه کبر نظر کرده، خود را بالا دانسته، خود را تزکیه کرده، نفس خود را پاکیزه شماریده. آن نفری که بیمار است، مرتکب گناه شده، او را حقیر و ناچیز شماریده. در صحیح مسلم نیز حدیث آمده از روایت جندب ابن عبدالله که شخص به شخص دیگری که مرتکب گناه شده بود میگوید لا یغفر الله لك، خدا تو را مغفرت نمی کند. به این یقین، به این باوری چون میگوید. خداوند میگوید من ذا الذی یتألی علیه، این کیست که از نام من حرف میزند، این کیست که زبان درازی کرده قسم میخورد که خدا فلانی را نمیبخشد. و اینی قد غفرت له و احببت عملک، من اون نفری گناهگار را گناهش را بخشیدم و عملی تو را ای متکبر بیکار کردم، عملی تو را بر هدر نمودم. کبر خیلی صفتی مذموم است، در دعوتگر مذموم تر است. دعوت نمودن مردم به اسلام نیز فقه میخواهد، فهم میخواهد و اخلاقی ضروری دارد که باید دعوتگر به اون اخلاق متخلق باشد. اون اخلاق های ستوده باید در دعوتگر موجود باشد. بعد می باید به دعوت مردم بپردازد، وگرنه دین را برعکس در چشم مردم بد میکند و راه شریعت را در نظر مردم راه دشوار جلوه میدهد. بنابراین باید شخصی که از نام دین حرف میزند، بعد از آن که البته احکام این چیزها را، احکام فقهی آن را می آموزد، باید از اخلاق دعوتگران نیز، از فقه دعوت نیز با خبر باشد. با عالی ترین اخلاق های حمیده و ستوده باید به دعوت مردم مشغول شود. در حفظ و امان خداوند باشید.